سلام، اینجا 1001 شبه. من سروش سلیمانی هستم و قراره که شهرزاد قصه گوی شما باشم. شب اول، شرق بنفشه، اثر شهریار مندنی‌پور. حالا که دانسته‌ای رازی پنهان شده در سایه جمله هایی که میخوانی، حالا که نقطه نقطه این کلام را آشکار میکنی، شهد شراب مینو به کامت باشد. چرا که اگر در دایره قسمت سهم تو را هم از جهان دور دادند، رندی هم به جان شیدایت واسپردند تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزانند. پس سبکباری کن و بخوان. در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب. من این رمز را از ذبیح و ارغوان آموختم. به روزی بارانی نگفته بودیم به بار، اما میبارید. چنان میبارید تا به استخوان‌های برهنه برسد و جانهای لولی را مجموع کند. سرگشته حافظیه به سنگ مرمر گور که بالای آن صفحه بی‌معنا هم نیست نگاه نینداختم. گفتم با آن گنبدی که بر تو ساختند دوباره از آسمان و حسرت فرشتگان محرومت کردند. توبه و تکرار دلشده است که ساختمان کتابخانه اینجا مثل 700 سال پیش است. نعمت اندوه است. آمدم و همین کتابی را که تو در دست داری از قفسه درآوردم. بختیاری گشودمش تا بخوانم. باران خشکی و تشنگی مرا آرام می کند. خلل گل هنوز تمام نبسته تنم را پر می کند. مثل الهامی ناگاه دیدم که زیر بعضی از حرفهای کلمه های کتاب نقطه‌ای گذاشته شده. نقطه ها به رنگی میانه بنفش و نیلی بودند. رنگی که فقط بنفشه ها می شناسند. گمان کردم که کار یکی از بیکاره های تهیدل است که بیهوده به کتابخانه می آیند. ولی چرا؟ این زحمت خیلی حوصله می خواست. بیرون اشباح باران روی سقف‌ها و گنبد مسی گور می باریدند و خرقه پوش های شفاف کنار طاق ماها کس کرده بودند. حرف های نشانه شده را یکایک روی کاغذ نوشتم. چند به هم چسباندم. گاهی یکی را جدا کردم به حرف پیشین چسباندم. اگر جلوه آشنایی نداد فرقتش را به حرف پسین وصل کردم. ناگهان نامه آشکار شد. نوشته بود: سلام ارغوان، خیلی دعا کردم که رمز مرا پیدا کنی. میخواستم یک نامه به دستت بدهم ولی ترسیدم ببینند از حافظیه بیرونم کنند یا به مأموری که اینجاها میگردد بگویند. هر وقت به کتابخانه آمده ای من به تو خیره بودم. تا در را باز کنی ندیده میفهمم تو هستی. وقتی نور شیشه های رنگی در روی شانه و روسریت میافتد من دارم به تو نگاه میکنم. به غرفه پسرها نگاه نمی کنی که مرا ببینی. میروی به قسمت دخترها. برگدانها را دیوار قسمت ما کردند ولی نمیدانند پسرها از زیر آنها کفش‌های دخترها را میبینند. آن کفش پای راست که رویش یک خراشه است مال توست. انگار از خار گل یا سیم خاردار یک خراش افتاده رویش. اسمم را هنوز نباید بنویسم. آن روز که بوف کور را از کتابدار میخواستی صدایت را شنیدم. این کتابخانه بوف کور ندارد. من توی خانه داشتم. نفهمیدی چرا از فردای همون روز یک کسی عصرها بغل در حافظیه 50-60 کتاب روی زمین چیده میپروشد بوف کور هم دارد؟ چند روز گذشتی و اصلا ندیدی. هر کس آمد خواست گران گفتم. بعضی از کتابهایم را خریدن. مجبور شدم تکه های جگرم را بفروشم که کسی شک نکند. روز هفتم بود که دیدی. برای شما 10 تومان خانم. پول یک نخ سیگار ونستون. با دقت بخواندش خانم. خیلی با دقت بخواندش خانم. حتی میخواستم بگویم با دقت. خوب خیلی نگاهش کنید خانم. نگفتم. پیش خودم گفتم اگر ارغوان اهل باشد، اگر نیلوفری برای من داشته باشد، خودش میفهمد. ولی پشت من قوز درآورد بس که پشت آن بساط نشستم. حالا که این نقطه ها را میگذارم دعا میکنم. از حافظ هم مدد میخواهم که نقطه های زیر حرف های بوف کور را فهمیده باشی که رمز بهت گفته باشد که این کتاب را بخوانی. نمیدانی چقدر آرزو دارم که یک بار با آن چشمهایت به خاطر من به من نگاه کنی. یک گلدان گلی میشوم که نقش چشمهایت روی آن کشیده شده. میروم زیر خاک که 1000 سال دیگر برسم دست آدمی که بدون ترس بتواند بگوید دوستت دارم. شازده کوچولو را امانت بگیر.
صدای باران از بیرون نمی آمد. شاید رندی ریا کرده بود. به پسرها نگاه کردم. کدامشان بود؟ نتوانستم بدانم. از غرفه دخترها صدای پچ‌پچی می آمد. برگدانها مثل پرده پنهانشان می کند. روی مخملی بنفشه‌ای را نمی توان نظر کرد. همدم رازنامه را. شازده کوچولو را در قفسه ادبیات پیدا کردم. همان نقطه ها، همان رنگ زیر کلمه هایش بودند. دوباره حرف ها را به هم چسباندم. من به باور عشق دیگران محتاجم. غبار متفرق تنم را بازگردانده مجموع می کند ارواح تنم را. اگر مهر نورزید میمیرم باز و پراکنده می شوم به کوزه ها در سردابه های مخفی شراب. سلام ارغوان. به پسرها نگاه کردی ولی مرا نشناختی. نمیدانی همه عصرها دورادور دنبالت می آیم که برسی خانه‌ات. نترس، نزدیک نمی آیم. نمی ترسم بگیرندم. می ترسم طوری بشود که تو بترسی. از پنجره های خانه‌تان کدامشان مال توست؟ من همه آن پنجره های چوبی را که به شکل پنجره های خانه های قدیمی ایران بالایشان قوس دارند دوست دارم. چون بالاخره پشت یکیشان تو میخوابی. پنجره‌ات همان سیاره کوچکی است که رویش یک گل سرخ رویده میان همه ستاره ها و معلوم نیست کدامشان است. ولی چرا نوار چسب ها را از شیشه ها نمی کنید؟ حالا که بمباران نیست دیگر. اگر چسب های پنجره اتاقت را بکنی می توانم بفهمم توی کدام اتاق می خوابی. شبها، نصف شبها اگر درست به پنجره اتاقت نگاه کنم دعایم قبول می شود که خواب خوش می‌بینی. بهت نمی آید که مثل بعضی از دخترها طره ها را از زیر روسری بریزی روی پیشانیت. پیشانیت مثل ماه هست که وقتی عصر باران آمده و ابرها رفته‌اند در آمده. راز را روی ماه نگذار. همه می بینند. کاشکی من در زمان یکی از پیغمبرها بودم. جلوی پایش زانو می زدم و رازم را می گفتم. آدمها حالا دوست دارند رازها را خار و خفیف کنند. بیبی عطری مادرم یک چیزهایی حس کرده. مریض است ولی مدام از من میپرسد چه دردی دارم. دیشب خواب بدی دیدم. توی کوچه باریک و تاریکی بودم مثل کوچه خودمان. آسمان سیاه بود. دیوارها آنقدر بلند بودند که سرشان پیدا نبود. بعد صدای افتادن سنگ آمد. دویدم. سنگ می آمد. از پشت بام ها می آمد. سنگ ها می خوردند کف کوچه می ترکیدند. به سر و شانه هم می خوردند. دیوارهای دو طرف کوچه به هم نزدیک می شدند. با دستهای خونیم زور می زدم به دو طرف که آنها را از هم باز کنم. چرخ چرخ صدای حرکت دیوارها می آمد. صدای خنده و صدای سنگ می آمد. گیر کردم لای دو دیوار. داد زدم. دیوارهای دو طرف به هم چسبیدند. کاش که زودتر بهار بشود. بهار نارنج ها در بیایند. این کتابخانه 3 لیلی و مجنون دارد. آن که چاپ سنگی است امانت بگیر. گفتم ای پیر، میبینی چه رویایی میبافد این جوان؟ همشان همین طورند. دستشان به دانه گندم نمیرسد آن وقت. نشنید پیر. سایه شد در سایه نارنج. گفتم این جوان هم روشنایی فراغش خاموش میشود همین که کام بگیرد. وگرنه من صاحب سایه خواهم شد. نوشته بود از بیبی عطری پرسیدم اگر توی خواب ببینم زیر پایمان دندان ریخته همه جا مثل دانه های شن صدای شکستنشان بیاید هر قدمی که برمی داریم یعنی چه؟ گفت شگون ندارد. من می ترسم ارغوان. چرا نوارچه از پای پنجره اتاقت را نکندی؟ خیلی زیاد بود این خواهش من. من از ته شهر از اتاقی که به کوچه پنجره ندارد می آیم. شما توی آن خانه بزرگ قشنگتان اصلا نمیفهمید یعنی چه. ساعتهایی که از خانه در میایی بروی دانشکده میدانم. آمدنا دورا دور مواظبت هستم ولی تو انگار که این نامه ها را خوانده ای و میدانی. یکی از کتابدارها فهمیده که هر وقت تو میروی من پشت سرت راه میافتم. گفته اگر یک بار دیگر از این غلط ها بکنم کارتم را پاره میکند. حالا صبر میکنم. 7 دقیقه بعد از تو بیرون میایم و میدوم تا نزدیکی هایت برسم. کجا هست توی این دنیای بزرگ که من بتوانم بدون ترس سیری نگاهت بکنم و بروم همینطور با خیال صورتت بروم و نفهمم به بیابان رسیدم و توی بیابان زیر سایه کوچک یک ابر کوچک بنشینم.
دیروز که آمدی از کنار قبر حافظ رد شدی، سایت افتاد روی پله های صفحه قبر. وقتی دور شدی، زانو زدم دست کشیدم به جای سایت. نترس. کسی شک نمی کند. سر قبر حافظ زانو زیاد می زنند. هر که دیده باشد خیال می کند تربت جمع کردم. خیام را بگیر. بعد از لیلی و مجنون توانستم اسمشان را پیدا کنم. از برگه سررسید کتاب‌ها که اسم امانتگیرنده و تاریخ برگشت کتاب را بر آنها می‌نویسند آسان شد مشکل. 2 اسم در آن چند کتاب مشترک بود. ذبیح الله مریخ، ارغوان سامان. بیشتر دلم می‌خواست ارغوان را ببینم. یک نظر دیدن دارد دختری که الهام چنین رمزی را به مردی برساند. یک نظر از آن گونه که ازل بود. به کمین نشستم. هرگاه دختری به حجره کتابدار میرفت تا کتابی تحویل بدهد، با آنجا میرفتم. سلام. ببخش. لابد برای گرفتن رباعیات آمده ای و نبوده. ببخش. پهلوی خودم بود. چون این نامه ناتمام مانده بود. چون بی عطری مرد، رطوبت این خانه کشتش. آنقدر نحیف شده بود که از تنش یک کوزه هم در نمی آید. کاش این مرا به جایش خاک می کردند. چه پیاله های قشنگی، چه گلدان های قشنگی می شود ساخت از گلم. رنگ لعاب لازم ندارد. خودش رنگ دارد. رنگ خون دل، رنگ چشم های تو، رنگ گیلاس لب های تو. بی‌بی‌عطر می گفت بگو اگر کسی به دلت هست. بگو کجاست بروم خواستگاری. گفتم تو با این پاهای علیلت کجا می خواهی بروی؟ دنیا خیلی دور است از خانه ما. دیگر صبحها نمی توانم دنبالت بیایم دانشکده. صبح که بلند می شوم بساط چای آماده نیست و یادم می آید که بیبی نیستش. می روم قبرستان. حالا یک قبر کوچک دارم که کنارش صبر می کنم تا سبزه در بیاید و باهاش حرف می زنم. تو با کی نگفتنی هایت را می گویی؟ تازگی یک غزلیات شمس چاپ امسال برای کتابخانه آمده. بگیرش. اگر خواستی با همین رمز خودم برایم چیزی بنویس. هر چی به جز تسلیت. باقی بقایت. من هیچ وقت کنار گوری حتی قدم هم سست نکردم. مرده ها در خاک تنها نیستند. به وصال درنگ بر وصالها رسیدند. وقتی فرصت کم است، بهتران که ناز نرگسای نزدیک بین و بی افق را خرید، سپرد به جوانی خرد خرد و راز ندیده که فقرش نمیگذارد تلخی شهود جسم را بر 1001 بستر بچشد. اما از نفس آن خام سپیدی موهایم مو به مو به یاد سیاهی شباب می افتد. روی زیبایی دیدم. پرسیدم خانم اسم شما ارغوان نیست؟ هنوز عطر حلول 20 سالگی را در حالش داشت. گفت نه. گفتم ارغوان هستی نمیدانی. چون صدایش مثل غزلی بود، قافیه‌اش، ردیفش آه. انگار که دیوانه‌ای باشم نگاهم کرد. گفتم نمیدانی اگر بدانی هستی. رمزی به رویت لبخند میزند. آن وقت از شوق و شرم مهتاب صورتت ارغوانی می شود. ریاضی می‌خواند. روی برگرداند از صدایم. گفتم آیه ای بخوان. آیه نیست این که گفتند 2 با 2 می شود 4. 2 دست عاشق با 2 دست معشوق می شود 1. یکی از کتابدارهای این کتابخانه مدعی درویشی است. همه شعرهای دیوان را بهتر از من حفظ دارد. همیشه کت و شلوارهای گرانی هم به تن دارد. پرسیدم شما ذبیح الله مریخ را می شناسید؟ گفت عضو مزاحمی است. همین روزها اخراجش میکنند. حرمت آرامگاه خواجه را میشکنند این جوانهای لاابالی. این درویش سبلت همیشه از پایین پای گور میآید و میرود. دیگران را هم تشویق میکند که به احترام خواجه حافظ هرگز از بالای سر او نروند. گفتم ممکن است ذبیح را به من نشان دهید؟ گفت لازم نیست شما دخالت کنید. اگر یک بار دست از پا خطا کند او را تحویل مأمورین مربوطه میدهم. آرامگاه خواجه جای این کثافتکاری نیست که پسری دنبال دختری باشد. گفتم عالی جناب شما امروز صبح صبوحی زده اید؟ گفت شوخیش هم برای من چندشاور است آقا. بروید سر جایتان. در کتابخانه نباید صحبت کنید. گفتم پس این لکه های ارغوانی را پاک کنید از سینه پیراهن. ناباور و حیرتخوار به 2 لکه تازه نگاه کرد. انگشت زد. هنوز نم داشتند. انگشتش را بو کشید. رنگش پرید. شتابان به خانه شتافت. ممنون که آمدی. خاک قبرستان کجا و کفش های شما کجا؟ هرچه خاک اوست عمر شما باشد.
لابد حساب کرده ای اول صبح توی قبرستان بالای یک قبر تازه فقیر خودش است. اگر تا دیدمت جا نخورده بودم شاید نمی شناختیم. خوش آمدی سر سفره من، ولی دیر شده، خیلی خاک ریخته این روی چشمهای پیرزن. چطور ببیندت؟ شاید، چه میدانم، شاید صدا از خاک رد شود، صدایت را شنیده باشد. گلهایی را که آورده بودی برای بیبی نگذاشتم، آوردم خانه. دارند پژمرده می شوند. بدم می آید از این دستهای بی معجزه‌ام. با حرفهای آنا کارنینا حرفهایی برایت جدا کرده بودم، همه‌شان را پاک کردم. اصلا نمیخواهم دلسوزیت را. آمدی چون بیبی مرده بود. بعد هم حرفهای من با حرفهای آنا نمیخواند. اینها با ریخت و پاش عشق را حرام میکنند. خواهش میکنم توی همین کتاب برایم چیزی بنویس. اصلا بنویس چرا آمدی؟ چرا فقط گل رو گذاشتی و رفتی زود؟ بعد اگر حالا که من لو رفتم باز هم میخوایی حرفهایم را بخوانی، 8 کتاب را بگیر. همین یک شعر نو توی این کتابخانه هست. اگر رمزیش کنی قول میدهم هیچ وقت حسودی نکنم به آن نامزد پولدارت. گاهی که میآید در حافظی دنبالت من عزا میگیرم. تا نفس دارم دنبال ماشینش میدوم. از چهارراه به بعد خیلی تند میراند. عقب میافتم. فقط میخواهم ببینم وقتی توی ماشین نشسته با او چطور هستی. سرانجام ارغوان را دیدم. کم زیاد زیبا نبود. چشمانش آن چشمانی را داشت دزدانه به قدر عبور نسیمی سهم دو بنفشه پرده را باز کرده به بیرون اندرونی نگاه می کند. زیر و میان ابروها را بر نداشته بود. دو قوس کمانی از صدها سال پیش که محل وصلشان جای نهادن تیر است. نگاه خیره مرا که دید به اخم ابروها در هم کشید. درست در واقعه نیکوی اتصالشان چین عتاب افتاد. از خراشی که روی کفشش بود حد زدم که اوست. بعد دیدم که 8 کتاب را پس داد. نباید به انتظار نشسته ای را آزرد. کتاب را نگرفتم. نیم ساعت بعد جوانی بلند شد و کتاب را امانت گرفت. روز بعد آن را برگرداند. در آن بجز نقطه های خودش هیچ نشانه ای نبود. دختر سکوت کرده بود. پس چرا آمدی قبرستان؟ جای خوبی است برای ملاقات، نه؟ اگر بالای سر قبر بیبی روبروی هم بنشینیم هیچ کس به ما شک نمی‌کند. نمی‌آید بپرسد شما چه کاری همدیگر هستید. توقع ندارم خیلی نزدیک تو بنشینم. با حاله تو که مماس باشم برایم بس است. دوباره باید سر کار بروم. پس اندازم تمام شده. رنگکار خوبی هستم. چند ماه پشت سر هم که کار کنم خرج 5-6 ماه را در می‌آورم. فقط عصرها اگر بتوانم بیایم اینجا. ممنون که چسب‌های شیشه پنجره‌ات را کندی. نصف شبها فکر بعضی‌ها مثل شاپره پشت شیشه پرپر می‌زند. دیشب که آمدی کنار پنجره ندیدی مرا توی تاریکی. ندیده می‌دیدمت. رفتی لبه تختت نشستی. یک آینه هست روبروی تختت. یک قالی ابریشمی هم می‌بینم کف اتاقت. نشستی یک طره از مویت را دور انگشت پیچیدی بعد ولش کردی. طره پیچ افتاد شد طناب دار شب پره. سایت آبی است. آبی افتاد روی آبی رنگ اتاقت. بلند شدی رفتی آب بخوری. صدای ریختن آب توی لیوان نصف شبی پیچید توی شهر. برق شوره آب افتاد روی دیوارها. سر کشیدی. سفیدی زیر گلویت شد مهتاب. نصف آب را آوردی توی اتاقت. گذاشتی جلوی آینه. خوابیدی. وقتی به پهلو میخوابی رو به دیوار نخواب. من به چشمهایم نجیب بودن را یاد دادم. فقط به قرص ماهت نگاه میکنم. سحر که شد از پایین تخت خوابت بلند میشوم و میروم. اگر چقدر سخت است چند تا نقطه گذاشتن توی کتابی. دون کیشوت را امانت بگیر. وجد و ترس پیدا شدن آنی میان این دو خام که من ندانم چیست آسوده هم نمیگذاشت. یقین داشتم که از عهد هابیل و قابیل همیشه سایه‌ای از فراق ازل مکرر شده. مکانها و زمانها حجابند. حرفها و وصالها حجابند و چهره‌ها و پیکرها. روزی دنبال ذبیح رفتم. ارغوان، دورها، خرامان از دانایی به تعقیبی بی آزار، والا بلندیش سر، شیوه پیکرش سربرکشان زیر روپوش می رفت. ذبیح به آن سوی خیابان دوید و دور که شد به این سو آمد. سر راه ارغوان ایستاد، کنار ایستاد.
خیره ماند تا ارغوان بگذرد. باز دوید از عرض خیابان بگذرد. جیغ ترمز ماشین‌ها و بوغ‌ها را نشنید. باز دورها به این سمت آمد. به جرز یک عطاری تکیه داد، دست در جیب که آمدن ارغوان را به سوی خود ببیند. حاله پرسیاوشان هناسه زرد چوبه کنارش بود. نزدیک شدن ارغوان را چندین بار آزمود. نفس نفس زنان و عرق نشسته. ارغوان بی‌اعتنا به این پریدن‌های بام به بام به خانه رسید. در را باز کرد و اما رو گرداند به سمت راه آمده. رو گرداند به راه آمده. ذبیح مزد دویدن‌ها را گرفت. سرخوش راهی خانه شد. کوچه پس کوچه های قدیمی شیراز هنوز هم به هوای دل کوچه پس کوچه های سحرگاه ابو اسحاق به بهار و پاییز شجاع خانه و پنجره های قدیمی دارند. تنگ و طولانی پیچ های ترس محتسب خوردند و باریک راه مستقیم عاشقانی که فرصت دیدارشان با هر قدم به سوی هم کوتاه‌تر می شود. آهشان را نباد برده نه نسیم. سالک، می توانی در این کوچه ها جهت را از کف وانهی، اژدهای خود را گم کنی و آن سوی خم پیچی معجزه خود را ببینی که می آیی و پسر بچه‌ای بی اعتنا به تو بر دیوار فواره می زند. خانه ذبیح کژ و مژی بود، فشرده شده بین دو خانه دیگر. درون رفت، در بست. بعد پشت دیوار بلند و نم کشیده حیاط فریاد کشید: ارغوان! سمت آسمان آبی شیراز. 700 سال پیش هم دهانی تلخ صبوحی همین نزدیکی ها سوی همین آسمان شاخ نبات را نعره کشیده بود. صدای خزشی آمد از حفره‌ای زیر تیرهای چوبی سقف خانه. معشوق چنان می نماید که انگار سرگشتگی وظیفه عاشق است و دیگران هم. ارغوان هر روز از دانشکده ادبیات می آمد. وارد که می شد نگاهی دزدانه به قسمت پسرها می انداخت. لبانش شکنج گزیده شدن از شرم داشتند. می نشست و کتابش را می خواند. گفتم خاتون جام سرت را پر نکن از تذکره شاعرانی که دردند. گفتم آنها که مجبورت می کنند مفاعیلون حفظ کنی نباشان گورهای پوکند. گفتم خاتون نخوان قصیده‌ای که پیمان نشکسته است. حیرت شد، روی گرداند، ندید کسی را پشت سر. دور کنار در بودم، رنگارنگ از نوری که از شیشه های رنگی در بر من میتابید. اندکی هم سایه‌دار شده بودم. گفتم گوش کن صدای پای آب به پاش در کوچه تا باز خضر درآید، کشتی سوراخ کند، کودکی بکشد، دیواری برآورد و اما هیچ مپرس. میشنید و وحشت زده به اطراف نگاه میکرد. دور نمیدیدم به خود که زمانی فکرهایشان را هم بخوانم. ترس هم دارد این امید. میمیرم اگر باز در فکر عاشقی ریا بخوانم. گفتم خاتون نقطه‌ای بگذار پای کلامی، خالی زیر لب حرفی، آواها برای طواف نقطه‌ای میطلبند. داس زلف را زیر روسری رانده بود. بهار پیمان شکن سر رسیده بود. از عطرهایش در امان نیستم. ناگهان خیالی از سایه روشنی گریبانم را میگیرد. به دستهایم میگویم چه فایده؟ وصال سمت ابد است و فراق سمت ازل. ولی برای من در همه بسترهایی که خفتم گوهر یک دانه‌ای نبوده است. خاطرم نهیب میزند که با آن همه غوغای فراق، با آن همه زمزمه وصال، حجاب که افکنده میشد هیچ کدام هوای من نبودند. حالا که عشق ذبیح و ارغوان رنگ انار شیرین داده به غبار تنم، وحشت دارم. شکست آنها دورتر از همیشه پرتابم می کند به آینده و تا مغز استخوانم می رسد مرگ. این بار چه کار می کنی؟ من می ترسم. ارغوان سکوت را شکست ولی فقط همین 26 حرف را نشانه گذاشت. در صفحه‌ای که دونکی شد برای نجات عروسک نیک به عروسک شرور خیمه شب بازی حمله می کند. ذبیح در پاسخ او نوشت دیروز یک مار خانگی گرفتم. سالها بود توی خانمان بود. گاهی دیده بودمش. بزرگ است. انداختمش توی قفس یک قناری که خیلی وقتها پیش داشتیم. دور میله های قفس را توری آهنی کشیدم. شبها تا نصف شبها می نشینم چشم در چشم مار. خیلی چیزها می داند ولی نمی خواهد بگوید. آخر ازش می فهمم. حتما جفتی هم دارد.
این را فهمیدم. جمعه بعد از این به فکرم رسید که امروز حتما همدیگر را خواهند دید، چون آسمان مصرفانه آبی بود. حلاج را دیدم، خرقه و تن شفاف، مستامست عطر گلهای صحرایی که از دروازه قرآن به شیراز می آمدند. می رفت به سمت باغهای قصرالدشت. 4 مرید همراهش بودند. اندکی رنگ ازرق داشت خرقه مریدها. دانه های بالدار افرا با باد می رفتند به سوی درنگ حق. با باد می آمدند از درنگ حق. و گرده گلهای بهاری را کسی در هوا نمی دید. آنها را در قبرستان دیدم. 2 طرف پشته‌ای نشسته بودند. ارغوان سر را پایین انداخته بود. ذبیح سرانگشت بر خاک می کشید. قبر سنگی نداشت. قطعه‌ای سیمانی عمودی بالای آن در خاک نشانده بودند. از کنار آنها گذشتم و اسمی را که با رنگی سیاه روی سیمان نوشته شده بود خواندم. با خطی سرسری نوشته بودند بیبی عطری. کمی دورتر پایین پای قبری با سنگ مرمر اعلی نشستم. گفتم 1000 کلمه دارید، 1000 حرف که زیرشان نقطه است. برای شما طمع خام ها 1001 غنیمت است. زبان بیایید، زمان همان کهنه شدن عشق است، میگذرد. ذبیح به ارغوان نگاه کرد. ارغوان سر بالا کرد. ذبیح به دور غرب نگاه کرد. آن سمت کوه استسقا تهرنگی سبز داشت از بهار. بعضی میگویند که شکل مردی است که مرض استسقا دارد و آنقدر آب نوشیده که شکمش برآمده. بعضی میگویند شکل مادری است خوابیده، زندگی 9 ماهه‌ای در شکم دارد برای این شهر اگر دریابد. ذبیح و ارغوان هنوز ساکت بودند. گاهی چشم در چشم می شدند مدتی. شاید با نگاه حرف می زدند. ارغوان بعد سرخ می شد رویش. سر زیر می انداخت. خیلی طول کشید به اندازه برآمدن کوزه‌ای از خاک نگاری که سرانجام لب‌های ذبیح به قد چند کلمه جنبیدند. ارغوان هم کوتاه جواب داد. معلوم بود که هر دو از این وضع معذبند. هر از گاهی اطرافشان را می پاییدند. انگار این کار تنها مفرشان بود. بر زمین بیبهار قبرستان گورها یک رنگند. گفتم مرده‌ای بین شماست. یکیتان بلند شود کنار آن دیگری بنشیند. تکان نخوردند. مطمئن بودم این حرف فکر مرا در ذهن میشنوند. ولی گفتم نترسید. کی به فکرش میرسد که بر سر قبر محل دیدار 2 عاشق باشد؟ پس از دقیقه نگاهشان یک چشم شدند. ارغوان بلند شد. در باد مانند پرچمی بود. در سیاهی چشمهایش برق نشاط نبود. گود افتاده بودند. صدای شیون می آمد از دور. کاش هیچ وقت در بهار کسی نمی مرد. ارغوان به زمزمه حرفی گفت. ذبیح سر زیر انداخت. ارغوان به راه افتاد. تند رفت. غبار قبرستان بر او می وزید. ذبیح نگاه او می کرد. موی بر او می لرزید. پسرکی ژنده پوش روبرویم در آمد. یک قوطی حلبی دستش بود. پر از سیماب بود از آفتاب. گفت قبر را بشویم؟ گفتم آبی بریز کف دستام. پرسید مگر این قبر مال مرده تو نیست؟ قبرش را بشویم؟ گفتم راست گفتی، بشوی. آب ریخت روی مرمر. جزه غبار نشاط گرفته از آفتاب بهاری بلند شد. پسرک دستش را برای مزد پیش آورد. دست بردم به خاک پای گور. مشت کردم. مشت را کف دستش باز کردم. حیرتی و وحشتی به تلالوهای کف دستش نگاه کرد. گفت تقلبی است. گفتم بله. گفت نه این همه سنگین تقلبی نیست. گفتم نه. مشتش را بست و دوید. قوطیش را انداخت و دوید. چه کار کنم؟ نگهبانهای حافظیه فهمیدند. عصر مجبوری بیرون سر چهارراه منتظرت میمانم. خیلی دوست دارم وقتی از روبرو میایی. حالا هر وقت اتاقی را رنگ میزنم و روی دیوارهایش بزرگ با قلمو مینویسم ارغوان. بعد با رنگ اسمت را قایم میکنم. پدرت هم انگار فهمیده توی کوچه‌تان میگردم. با نوکرتان میآید دم در چپ چپ نگاهم میکند. اگر نخواهی نمیآیم. ماشین نامزدت به نظرم یک دیو است. کاشکی شمشیر و نیزه داشتم حمله میکردم بهش. خردش میکردم. به غرورتان بر نخورد خانم که نشانی خانه را برایتان نوشتم. ننوشتم که بیایید. نوشتم که خیالتان بیاید. اگر بیاید دور می نشینم. دورتر از توی قبرستان. نیایی خیالم خیلی قوی شده. من تو قطعه را بخوان. با گرم شدن هوا مسافران نوروزی شیراز ناپدید می شوند. نفوس بها نارنج ها دود پیسوزهای میخانه می شوند
و خرقه پوش‌های شفاف زیر آب نماها می‌خوابند تا پریوش‌ها بیایند. از پیرمردی که همیشه در طاق‌نمایی روبروی سرو قدیمی حافظیه می‌نشیند، فال می‌گیرد، پول می‌گیرد، فال خواستم. گفت نیت کن. به دل گفتم گوهر یک دانمان کو؟ دیوان را بوسید، ناخن راند لای آن. چشم بست و گفت ای خواجه حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی. من طالب یک فالم، تو را به شاخ نبات از قسم. پیرمرد 40 سال پیش عصری با معشوقش اینجا قرار دیدار دارد. دختر را برادران غیور همان عصر میکشند دم در خانه. پیرمرد هنوز منتظر آمدن اوست. دیوان را با سر ناخن باز کرد. به دل خواند. سرخ شد. لرزید و کتاب را بست. بیحال سرش را تکیه داد به آجر 400 سال پیش. با صدایی نزدیک گور گفت نمیخوانم. تا حالا نیامده بود. این فال را برای هیچ احد و ناسی نمیخوانم. عهد کردم. گفتم پس فهمیده ای عاشق خیال خود بوده ای نه او. با تکان سر حاشا کرد. گفتم تو دیگر ریا نکن. عمری برایت نمانده. چروک‌های صورتش مثل شیار یادگاری‌هایی کنده شده بد درخت شدند. پرسید چه نیتی کرده بودی؟ گفتم نیت یک سحرگاه دیگر. راه افتادم. پشت سرم بلند گفت حکماً پیمانه‌های زیادی شکسته ای. گفتم شراب هر کدامشان فقط یک مستی کوتاه بدخمار داشت. بلند شد. سایه سرو از رویش رفته بود. دستش را با انگشتی برافراشت و بالا برد. گفت اصلت تشنه نبود. اگر بودی با همان اولی مست می‌شدی تا ابدالآباد. گفتم پس تو خودت چرا 1000 فال گرفته ای؟ یک فال، یک غزل برای همیشه. تهدید کنان انگشتش را در هوا تکان میداد و فریاد کشان سر گرفت نماز شام غریبانم چو گریه آغازم به مویه های غریبانه. دور می شدم. مردمان دورش جمع می شدن. خرد ز پیری من کی حساب گیرد که باز با صنمی. دور دور می شدم و صدای جوان شده اش می آمد. من میترسم چون نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم که نامه‌هایت را نخوانم. میترسم چون نمیتوانم این حرف‌ها را نشانه نگذارم. تو چطور مرا میشناسی؟ از دور؟ نه، اینجور عاشق نمیشوم. از نزدیک من فقط 2 بار تو را توی قبرستان دیدم و بعضی وقتها حس کردم یک کسی پشت سرم میآید. اصلا نمیشناسمت. فقط یک مقدار حرف نشانه شده از تو خواندم. به خط خودت هم نبوده. ما فقط با هم توی خیال بوده ایم. از کجا معلوم درست خیال کرده باشیم؟ این رسمش نیست به خدا. تو را به خدا تمامش کن. تو را به خدا دیگر برایم اسم کتاب ننویس. تو را به خدا اقلاً به خودت برس. رنگت زرد شده. زیر چشمایت سیاه شده. من همه امتحانهایم را خراب کردم. منطق الطیر را برای امتحان باید می‌خواندم ولی نه فقط برای بعضی از حرفهایش که هیچی از کتاب نفهمم. 3 بار نوشته بود خداحافظ. پس از این نامه‌ها متقابل شد. برای اینکه کسی بو نبرد کتاب‌ها را زود به زود تحویل نمی‌دادند. گاهی هم بلافاصله پس از تحویل عضو دیگری کتاب را امانت می‌گرفت و آن یکی مجبور می‌شد 15 روز صبر کند تا به کتاب برسد. دوستم همدمم مثل خودم دارد جنون می‌گیرد. سرش را می‌کوبد به میله‌های قفس تا می‌نشینم جلوش. بعد که می‌بیند فایده ندارد زل می‌زند بهم. میگویم آره به خودت بپیچ. تمام تنم طلب شده، میسوزم. از تو میکوبد به جدار پوستم. تو هم بسوز. تا نگویی چه کار کنم آزادت نمی کنم. از چشمهایش یک سرمایی می آید توی خونم. آرام می شدم. خوابم می برد. این روزها تو همه جا همراه هم هستی. می بینی وقتی صاحب کار زور می گوید. طاقت نمی آورم چون تو می بینی. وقتی با مسافرهای دیگر می چپیم توی مینیبوس مثل گوسفند تو داری نگاهم می کنی. پیاده می روم همه جا. تو میبینی وقتی کوپن‌های بیبی را میفروشن. بردم بقیه‌شان را تحویل دادم. 5 شنبه ساعت 4 بیا برویم با هم قدم بزنیم. برویم باغ ارم. گاهی فقط میآیم بغل دستت. زود رد میشوم. کسی نمیفهمد. 2-3 متر دورترت میآیم. میخواهم هرچی تو میبینی ببینم. خیلی اشتباه کردی آن وقت که از کنارم رد شدی اسمم را صدا زدی. نگفتی یکی از روبرو میآید میشنود؟ کار خطرناکی کردیم. اگر آشنایی مرا توی باغ ارم میدید تو را هم که نمیدید نمیگفت این دختر تنهای اینجا چه کار میکند؟ توی خانه به رفتارم شک کردن. ما از هم خیلی دوریم. حتی اگر کتاب حسن و دل را حفظ باشیم. میترسم گاهی انگار غیر از تو یکی دیگر هم تعقیبم میکند. یک سایه‌ای هست. بعضی وقتها جاهایی میبینمش. انگار ناقص است. دلم گواهی بد میدهد.
ولی حالا همه چیز برایم تازه شده. همه چیز را دوست دارم. دیشب یک گلدان قدیمی توی اتاقم داشتم. شکست. گریه کردم برایش. من هم دارم میسوزم. کف دستها و پاهایم گل میگیرند. صورتم. نه، تو عاشق نیستی، وگرنه دلم نمی آمد این طور زندگی مثل برم را به هم بزنی. خدا از سرت نگذرد. خوب کاری کردی. دلم شده تو این نامرد. چرا پدرت مرا زد؟ میگفت دیگر نمی آمدم توی کوچتان. وقتی با نوکرتان نصف شبی یقه‌ام را گرفتن گفتم آقا من دختر شما رو دوست دارم. میدانم او را به من نمیدهید ولی وظیفه‌ام است خواستگاری کنم. مرا زد. میخواست پلیس خبر کند من فرار کردم. زشت است فرار. به پدرت بگو آقا وقتی میزنی تو گوش کسی مدتی صورتش مرمور میکند. بعد درد خوب میشود ولی یک چیز میماند. دیده نمیشود مثل جای انگشت‌ها ولی همیشه میماند. چه صورت سنگی داری. 2 تا از انگشت‌های بابا رگ به رگ شده‌اند. صبح و شب توی آب گرم مالششان میدهد. خیلی گیجی. اصلا نفهمیده این مدتی است صاحب دیو دنبالم نمی آید. تاران نمش. دیوش شیشه نداشت فقط پول داشت. تو قشنگ بودی وقتی پا به دو گذاشتی. من ترسیده بودم. از پشت پرده می دیدمتان. خندیدم وقتی فرار کردی. زبل بودی. قشنگ بودی. با آنها گفتم نمیدانم تو کی هستی. هیچ وقت مزاحم من نبوده ای. به صلاح بود. ببخش که اینطور گفتم. از خیابانهای مملو از جانهای ارزان می گریزم و به حافظیه پناه می آورم. شاد باش. تابستان پریوش‌های بنفش در باغچه‌های حافظیه انگار برای 100 سال وقوع برق‌های بیرعد ابرهای بهاری هستند. بچه‌ها مثل جغجغه‌های ساقط روی سنگ‌های صیقلی کنار پلکان سر می‌خورند. فقط جای سنجاقک‌ها خالی است. خیلی سال است که تابستان‌ها نمی‌آیند. بی عطری حتما صدای پایمان را میشنود بالای سرش، ولی حتما مدام میپرسد چرا با هم حرف نمیزنید. قبل از اینکه بیایی خیلی حرفا توی ذهنم آماده کردم ولی تا میایی همه‌شان مسخره میشوند. کاش ما بالاتر از زن و مردی بودیم. دیشب آمدی خانه ما، نشستی، من 2 زانو جلوت نشستم. مار چشم دیدن ما را با هم ندارد انگار. حمله میکرد به میله های قفس، نیش میزد به میله ها. دست دراز کردم طرف صورتت. زمین نلرزید. دست آوردم نزدیکتر، آنقدر نزدیک صورتت، نرسیده به صورتت، انگار دست کشیدم روی نسترن آتش. دستم را پس کشیدم. وقتی توی خواب هم دستم نجیبیش را نگه می دارد، بیداری چه ترسی داری خانم؟ چرا کف کوچمان آن حرف را نوشتی؟ نگفتی آبروی مرا میبری؟ بابا صبح زود که بلند شد دید. حرف بدی به من زد. شاید او درست میگوید. من حتما هستم همان که کسی به هم نظر پیدا کرده. مادرم میگوید همه حرفهای مردها یک حرف است. حتی وقتی که میگویند یا مینویسند دوستت دارم، منظورشان یک چیز است. منظور تو از این که نوشته بودی چیست؟ با چه آبی قشنگی نوشته بودی. پدر روی نوشته‌ات یک رنگ سیاه زشت زد. رنگش تمام شد. یک کلمه مانده. قسمتم. دیگر هیچ بهانه‌ای ندارم که بیرون بیایم. چقدر باید دروغ بگویم؟ با این همه دروغ و تظاهر پس چی میماند؟ حالا همه جا همراه هم میآید بابا. مواظب باش. توانستم راضیش کنم که بیایم از کتابخانه کتاب بگیرم. دم در حافظیه توی ماشین می نشیند تا زود برگردم. چرا آن حرف را نوشتی؟ روی دیوارهای کوچتان جا نبود. اگر هم بود لابلای شعارهای انقلاب خط بیقدر من چی هست؟ یا چطور می شناختیش؟ برای راحتی خیال مادرت من هر فکر مردانه‌ای را توی سرم می کشم. ولی باز همه جا می نویسم دوستت دارم. همین جاها یک جایی باید برای ما باشد که دروغی نباشیم. دلم می خواهد بزرگترین عاشق روی زمین باشم. یادم بده، کارهای قشنگ هم یادم بده. مار توی قفس سلام می رساند. خداحافظ. بیشتر رمان‌های کتابخانه حافظیه را بعضی عضوها بردند. یک زمانی مندنی پورنامی ساده‌لوح برای این کتابخانه ها رمان خریده بود. ذبیح و ارغوان همان چندتای باقی مانده را نقطه گذاشتند. این حرف‌های خام شیرین شور عرق وصال می‌شوند و بعد نمی‌دانم. چه می‌دانم، شاید هم گوهر یک دانه‌ای هست برای وصال ابد. تو عاشق. خمسه نظامی را نقطه گذاشتند. غزلیات شمس را هم و در آخر نوبت رسید به کتاب بار هستی. بعد کتابها را دوباره گرفتند. نقطه ها را پاک کردند. نشانه های تازه گذاشتند و رسیدند به دیوان های حافظ.
10 روایت است هر کس با ظن خود مکرر. دلم نمیخواست این طور شود. دلم میگیرد هر بار. در آن زمان اگر دل میدانست یک غزل بیشتر نمیسرود. از فالگیر فال دیگری خواستم. کنار گور نشسته بود. دیوان را باز کرد و بست. همان فال آمده بود. وحشت زده مرا نگاه کرد. دست پیش آورد. میخواست صورتم را لمس کند. عقب کشیدم. گفتم تو چرا مویت را رها نکردی؟ خرقه نپوشیدی؟ آب منتظرت است، خاک منتظرت است. 1000 بار فال گرفتی و اگر فهمیدی نگفتی به آنها که فالشان را گرفتی. عربده کشید. با دومی دورتر شدی، با سومی دورتر شدی. همینطور عشق حرام کردی و دورتر شدی. گفتم میدانم. امید دورترم کرد. ولی چه میدانی؟ شاید ابد دور زده باشد. از آن سو رسیده باشد به ازل. دور که میشویم از این سمت، نزدیک میشویم از آن سمت. ارغوان جلوی در حافظیه منتظر پدرش ایستاده بود. نیامد پیرمرد. دختر به راه زد. ذبیح سر 4 راه ایستاده بود. هر روز عصر آنجا ایستاده بود. امیدش سبز میشد، زرد میشد و میسوخت. هر روز از آن ساعتی که میگویند 4 است تا آن زمانی که میگویند 7. ارغوان بی هیچ توضیحی یک باره 1 ماه بیشتر به کتابخانه نیامده بود. نمیدانم چه پیش آمده بود بین آنها. در آن قبرستان نامحرمم ارغوان لاغر آمده بود. بی خطی بر چشم یا سرخی مصنوعی بر لب آمده بود. ذبیح را دستها بالا برده وسط پیاده رو که دید خوشش زد. چند نفری از آن سمت می آمدند. ایستادند. دهان ذبیح به فریادهای بی صدا باز و بسته می شد. او را چرخان که دیدند خندیدند مردمان. خم شد. پریشان شد موی بلندش. خمیده تا بیدار به گردن و تنه و دیگر بعد وسط خیابان آنقدر تند میچرخید بر دایره همیشگی که پاهایش دیده نمی شدند. ماشین های 1994 بوق می زدند. قورباغه‌اند و ذبیح در هر آن هم خمیده بود هم راست قامت. کفش‌هایش پرت شدند دور و فاصله داشت پاهایش از آسفالت. کتاب از دست ارغوان افتاد. کف دستها را به سوی دهان برد. روح دفی در هوا بود و در پرواز بود. دانه‌های رخشان عرق از چهره ذبیح. به زانو افتاد. تنش آونگ شد. آونگ و دوار از چپ مانند گرداب‌ها. وای ناله‌ای از دهان ارغوان در آمد وقتی ذبیح را مردمان روی دست به پیاده رو آوردند. مدهوش نفس و تبسوز. دیوانه است. همه بود و نگاه کنجکاو اذهان اهل عشق ندیده. ذبیح را کف پیاده رو خواباندند. دیوانه. کف به دهانش بسته شده بود. ارغوان نیامد درون حلقه تنان که بسته میشد گرد ذبیح. دستهایش شاید باید پس میزدند مردمان را. جیغ کاش میشد کشید. دیوانه است. دهانهای عشق نچشیده وراجند. ذبیح چشم باز کرد. نگاهش ارغوان را میجست میان تنان و دختر دور میشد. گریان. بر سر گور بازگشتم. سرفها و نارنجها پاییزها تیره تر می شوند. چیزی کم است. چیزی که وقتی آسمان ابری می شود و نمی بارد نبودش بیشتر احساس می شود. بادهای تند پاییزی شیراز می وزند. پنجه برگ چناری روی سنگ مرمر گور می افتد. باد می کشاندش و چنگالهای خشکیده روی خط برجسته شعر گور کشیده می شود. صدایش صدای ترک خوردن استخوان از زیر خاک. به سرو گفتم تو غول شده ای ولی توی غزل باریک و به قاعده مانده ای. گفتم کاش هنوز حافظیه مسلا بود. اطرافش کشتزار بود. دامنه کوه نزدیک تاکستان بود. حالا همه جا خانه و خیابان است. دختران بر پیاده رو، مردان پیر بر پیاده رو و ریشه های گندم و تاک زیر آسفالت. تقصیر احمقی من بود. معلوم بود که گیر میافتیم. چرا پدرت مرا بخشید؟ زندان میمردم تمام میشد. چقدر بچه ایم برای این دنیا. کاش که توانسته بودیم دورتر از پلیس راه شیراز برویم. حالا باور کردی که هیچ جا نداریم؟ دارم میسوزم. دیروز که زیر رنگ اتاقی را میزدم سعی کردم چشمهای تو را بکشم. صاحب خانه آمد و داد و فریاد را انداخت. سطل رنگ را انداختم روی سرش و بیرون آمدم. چه کار کنم؟ دیوانه نیستم. چه کار کنم؟ تذکرة الاولیا را بگیر. برایم بنویس چون من میترسم. یکی مدام توی ذهنم میگوید که عشقا به محض وصال مردند. عشق تو چی؟ چه کار باید بکنیم که عشقمان همینطور بماند؟ جفت مار را هم گرفتم. هر دو در قفس به هم پیچیدند.
گوشت حسابی به خوردشان میدهم. خانمان خیلی موش دارد و من 2 تله دارم. میسوزم از تو، میترسم از خودم و مارها خاموشند. چیزی بروز نمیدهند، هیچ الهامی برای نجات ما نمیدهند. به دلهره اگر بیفتیم سایمان تاریک تر می شود. ارغوان تذکرةالاولیا را امانت گرفت، ولی نه هفته بعد و نه هفته دیگر از این به کتابخانه نیامد. ذبیح هم سر 4 راه خیابان حافظیه نمی ایستاد. آنها را گم کردند. شاید راه دیگری برای تماس و دیدار پیدا کرده بودند، یا در خانه ذبیح می رفتم، بیرون نمی آمد، یا اگر از گاهی می آمد من نبودم. نمی توانم ساعتها جایی منتظر بایستم. باد روانه‌ام می کند. یاد به مکانی دیگر حلولم می دهد بی آنکه بخواهم. کتاب‌های زیادی را در کتابخانه ورق زدم. هیچ نشان تازه‌ای بر آنها نبود و مارها در یادم هر یک موشی را بلعیده با تورمی در میانه تن به هم می‌پیچند. زمانی یکی از آنها در دنده‌های برهنه‌ام چنبره زده بود. گفتم هر دو سرمای تن داریم. یگانه نیستیم، اما فصل‌های تو گرمای هیچ تنی را هدیه نگرفتند جز آنگاه که بلعیده‌ای. و ناگهان فهمیدم که آن مارها چرا در قفس نگهداری می‌شوند. سایم تاریک‌تر شد. در خانه ارغوان به انتظار او ایستادم. پنجره‌اش را شناختم، تنها پنجره‌ای که نواچسب بر آن نبود. نباید تو بروم، اما ندارم بروم به خلوت دیگران. شامگاهی شبح او را پشت پنجره دیدم. فریاد زدم مارها را منتظر بگذار، آنها نه برای فراقند نه برای وصال. عشق مرده بهتر است از بی عشقی. 100 بار فریاد زدم. اگر او میشنید فریاد بی صدای مرا، من از او هیچ نمیشنیدم. به در خانه ذبیح رفتم. باران گرفت. همان فریاد را باز تکرار کردم و ترسیدم که شاید مارها را از خواب سردشون بیدار کرده باشم. گفتم خدایا، خدا، مارها را در قفس به خواب بر. نمیدانم این طور چه می شود. یکیشان یار عشق، یکیشان دشمن عشق. در زدم. ذبیح نحیف در را باز کرد. سر تراشیده زیر یک چشمش سیاه، تحقیر شده و شکسته. گفتم دنبال جفتی مار می گردم. شنیدم شما دارید. کف گشودم جلوی رویش. تلالوی زر هیچ انعکاسی در چشمهایش نداشت. گفتم تقدیر 2 یار را میخواهم ببرم بپاشم توی باغچه حافظیه، قوت بنفشه ها. فراق برای شما، مرگ برای آنها. گل میدهند، بروید ببینید. دلتان آرام می شود. آب باران از شقیقه هایش جاری بود. گفت خبرچین پدرش هستی یا آمده ای مرا ببری؟ گفتم پسرک خام، فراق آن روی وصال است، مرگ آن روی عشق نیست. گفت برو بگو من او را میبرم، دیگر نه به خاطر اینکه نمیگذارید به هم برسید، برای عشق خودمان. شما نمیفهمید این را، ما باید برویم. و در را بست. من هیچ نیرویی ندارم در برابر درهایی که بسته میشوند. نباید به زور حتی گرهی به خیر بگشایم، چون تنان باید خود مختاری کنند تا تن باشند. داد زدم عشق نیست اگر زندگیش را نخواهی، برای خودت میخواهی، پس عشق نیست، عاشق خودی. صدایی از دور میشنیدم. شنیده بود فریاد بی صدایم را و داشت جواب میداد. گوشهایم را با 2 دست بستم که بشنوم زمزمه فریادش را. دور بود، ولی شنیدم کلمه هایی را. خودش میخواهد، خودش میخواهد. خدا را شکر که حاضر و مجموع می شدم، اما نمی خواستم به این بها. به حافظیه بازگشتم. به بنفشه ها گفتم شما چه میگویی؟ چه کنم؟ زمستانی خیلی هاشان گل نداده بودند هنوز. نمی شنیدند. یکی با پیشانی بنفش و 2 چشم زرد گفت هیچ وقت ما را روی گور عاشقی نگذاشتند. همیشه گلهای سرخ، مریم ها، شاخه های مورد. کنار گور نشستم. باران هنوز میبارید. مثل 200 سال پیش، مثل 500 سال پیش. گفتم اگر ذبیح به تنهایی دست به مار بسپارد، باز چیزی باقی میماند. وگرنه صدای دف می آمد از سمت کوه، از لابلای نارنج ها، از زیر سنگ مرمر گور. گفتم قلبت میزند گور؟ خرقه پوشی مشرف رنگ شده، پاکشان و خسته میرفت زیر باران. با هر قطره باران ذره ایش پاک میشد. گفتم فردا روز باز درهای اینجا باز میشوند. مردم میآیند، زوج تازه ازدواج کرده ای معمولاً میآیند، ولی بیهودند. زن با پوست و روی شکفته، حاله سبکباری در چشمها، لبخند به لب کنار گور می ایستد و مرد پایین پله ها از او عکس می گیرد تا بعدها در شهر خودشان ماه عسلشان را به یاد بیاورند یا شاید فراموش کنند با همین عکس. و همچنان به دامن حرفهای این کتاب نقطه می گذارم و رمز می چینم برای تو.
بود که دلت اندکی مشغول دو سه حرف عشق گردد. پس خوشا بر من اگر تو جمله های این تذکرةالاولیا را که میخوانی همراهشان حرف های رمز را هم بچینی. پروا نکن اگر اولیا ذکر دارند تو هم ذکر خودی و زمانی نقطه رمز بر کتابی دیگر میگذاری. روزی شاید من و تو در حافظیه یا در خیابانی از کنار هم بگذریم و نشناسیم هم دیگر را. افسوس، اما لابلای سکون سقف‌ها و ستونها گام بردار به نیت آن که عشق تو را به دیده حیرت و حسرت بنگرند، بی عشقان دل خشک و خشک جامه در باران که گو ببارد و ببارد. سر برداشتم از خواب. گذشته بود زمانی که شما میگویید یک شبانه روز. بیدارم کرد صدای پاهای ارغوان. آرام از کنار گور گذشت، بی اعتنا به مریدی گرانجان که کنار سنگ مرمر گور نشسته بود و نیاز می طلبید. خواب زده، حسرتی دوش، وقت سحری به مرید گفتم مرادت نمی دهد این سنگ، از آن که باید نیاز به طلب که این سنگ جا می شود زیر این باران، اگر نه برو به خانه‌ات. و رفتم به دنبال ارغوان. ناشناسی به کتابخانه کتاب تولدی دیگر را هدیه داده بود. ارغوان آن را امانت گرفت و رفت. مرید نرفته بود. پیشانی بر سنگ گذاشته بود. گفتم مرادت نمی دهد این سنگ وگرنه خودش نیاز می طلبید به پیکر تو در بیاید چون رشک آن مشت خاک ازل را دارد. برو که خودت مرادی. نرفت. دلم گرفت. غمگین تر از خودش کنارش نشستم. نگهبانهای حافظیه شامگاه بیرون می کنند هر که اینجاست. ولی سایه را باور ندارند. نماز شام غریبان پنهان می کند از چشمشان تن را. سایه می ماند به سجود. سایه بتهی لاله عباسی می پندارش. صبح به در خانه ذبیح رفتم. هنوز در خانه بود. صدای نفس مارها را می شنیدم. هرچه صبر کردم بیرون نیامد ذبیح. دلی را که تازه تپش آغاز کرده دشمن است نگرانی. پروا نکردم. دیر باز آمدم. وقت خواب آدمها شد. بی عشقان خفتند. زیر تیرکا نه. سر و غوغای یادهایش هم نه. خرق پوش ها رو به ماه بی میخانه شیون می کشیدند. روز ارغوان آمد و کتاب را پس آورد. پیرزنی همراهش بود. ملازم یا نگهبان. تا رفتند کتاب را گرفتم و باز کردم. رمز داشت. نقطه ها با حوصله نهاده شده بودند. نوشته بود مطمئنی مارها آنقدر کفری هستند که رحم نمی کنند؟ مطمئنی کیسه هایشان پر است؟ مطمئنم که چاره دیگری نداریم. من هم دارم میسوزم. یک موقعی بالاخره تسلیم میشیم و دیگر باید تمام شدن را تماشا کنیم. طاقت ندارم خراب شدن این چیز قشنگی را که ساخته این ببینم. راه همین است. تنهایی نمیایم خانه‌ات. پنجشنبه بعد از ظهر قرارمان همینجا. پیرزن را دست به سر میکنم. قدم به قدم با هم میرویم. خوب است که یک بار هم ما را با هم ببینند. تصور آنچه می‌خواستند ساده بود. می‌دیدم که در قفس باز می‌شود. دو ماره به هم پیچیده سر بالا می‌آورند و دو دست آرام به سمت آن به هم تافتگی سرد می‌روند. در آستانه در کوچک قفس با هم مماس می‌شوند و با حس ابدی این تماس که ترس‌ها را به غارها باز می‌راند، دو شعاع نزدیک به هم مثل دو تیغه می‌درخشند و فرود می‌آیند. امیر تیمور را در باغ دلگشا دیدم. با همان پای لنگ لعنت گویان مورچه‌ها را لگد می‌کرد. ماه که خدای خانه ندارد طلوع کرد. تا سرگاه درویشانی زلالتن که آمده بودند خرقه گرو بگذارند در میخانه غوغا می‌کردند. از میخانه فقط حفره‌ای مانده در هوا نزدیک باغ دلگشا. دود پیسوزهایش سیاهی مخملی بنفشه‌های شیراز شده. صبح ذبیح آمد. به طرز مأیوسی تلاش کرده بود آراسته و جوان باشد. خرد و خمیر و خراب پیر شده بود. تولدی دیگر را گرفت و رفت در سایه سروی نشست. رمز گشود و خواند. از روح خنده‌ای که گوشه لبانش چین انداخت و پرید رو برگرداندم. حتما جایی یکدیگر را دیده بودند و قرار این کتاب آخرین را گذاشته بودند. حرفهای دیگری هم لابد گفتند با هم. دختر حتما عاشقش را که پس از فرار ناکامشان کوفته شده بود تسلاها داده دور از چشم من و اغیار. شاید در قبرستان بوده که یکیشان چاره آخرین بیخرد اما عاشقانه را پیشنهاد داده. گفتم عشقی که در گورستان سخن بگوید پایان جز این تلقین نخواهد کرد. خیلی ها ماجرای ذبیح را می دانستند. او را از حافظیه بیرون انداختند. این حقارت را می خواست تا جان بگیرد. رویه های مرا گمانم نشنید چون هیچ پاسخی در فکرهایش نبود. عیش گرد آمدن غبار و جانم را منقص می کرد. مرید باز آمده بود. گلاب آورده بود. از پیرمرد فال خواست. پیرمرد گفت دیگر فال نمیگیرم. دیوانش را به مرید بخشید. مرید گلاب بر سنگ گور میریخت. میشستش.
کف دست کاسه کردم. گفتم جرعه‌ای هم به من بده. نداد. گفتم به نیت آن که به زیر آن سنگ است هم جرعه‌ای حرامم نمی‌کنی؟ خندیدم. گفتم حیف گلاب. رگ‌های گردنش بیرون زدن. گفت گم شو. گفتم حیف آب. گفت گم شو. دست مشت کرد. پیرمرد فالگیر می‌خندید. مرید حمله آورد. حریف کوردل نیستیم ما. کور می‌کوبد، بینا دفاع می‌کنیم. حریف نیستیم. عقب نشستم. از پله‌ها فرو افتادم. مردمان می‌خندیدند. پیرمرد دست دراز کرد تا بگیرم و بلند شدم. گفتم حیف دست تو، حیف گلاب. چطور بلند شوم وقتی نمی‌توانم دو خام را از غرور و مرگ نجات دهم؟ و مارها را دیدم. به سایه سرو رفتم. سایه سرو در زمستان گرم‌تر از تن من است. دیدم مارها آرام با هم از در باز قفس بیرون می‌خزند. از روی دو دست افتاده کنار هم شاید مماس می‌گذرند. دو جفت چشم سرد خیره‌ام شدند. دو دست پیش بردم. گردن عقب کشیدند. پیشتر بردم. بوی زهرشان مشام می‌آزرد. سردی زهرشان را اما حس نمی‌کردم. چشم بستم. حالا فردای حالا بود که شد. دور از چشم نگهبان‌ها ذبیح آمده بود. پشت نارنج‌ها دور از صفه گور نشسته بود. ابر بود. گفتم تا قلبش سر سوزنی زهر بچشد دیگر نمی‌بینیش. چشم گرداند تا ببیندم. ندید. کنار گور بودم. در ذهن گفت برای همیشه می‌بینمش. گفتم او هم تو را نمی‌بیند. نارنگ می‌شوید، محو می‌شوید. گفت اگر بخواهیم، از ته دل اگر بخواهیم محو نمی‌شویم. نزدیک رفتم. گفتم نه نعمت فراق برایتان میماند، نه امید وصال. مرگ به شما میخندد. چشم همه را میبوسد، دست همه را میگیرد و به آنان که دعوتش میکنند میخندد. خندید. کنارش رسیدم. گفتم دست مرا بگیر. پوزخند زد. گفتم به دستم دست بزن. گرمای سرانگشتانش را بر پشت دستم حس کردم. وحشت زده دست پس کشید. گفتم ترس دارد نه؟ رفتم دورتر. کسی را نباید بترسانم. ترس حقیر می کند. اگر حقیر کنی کفر ورزیده ای. و مارها را دیدم. پیچیده به هم، چشم در چشم. صدای قدم‌های آمدن ارغوان را می شنیدم. دور بود. هنوز در خیابان بود. طلب بود، گریزان از طلب بود. ذبیح چشم دوخته بود به بنفشه‌ها و چشم بنفشه‌ها خیره بود به افق کوتاه و نزدیکشان. بعد با حاله‌ای از عطر محبوبه ها ارغوان روبروی ذبیح ایستاده بود. حیث از بارانی که در راه بر او باریده بود و بر ما نباریده بود. چشم در چشم، 4 آینه کوچک مقابل هم. ذبیح پریدرنگ گفت برویم؟ ارغوان گفت برویم. ابر نمی بارید. گفتم با خود که حکمتی است لابد که غم عاشقان نباید خورد. صدای دف می آمد و می آمد. از جا بلند شد ذبیح. شانه به شانه سمت گور راه افتادند. از کنار باغچه‌ای که روح شب‌بوهای بهار از خاکش فواره میزد گذشتند. بازوهایشان به هم ساییده شد، اما دیگر نمیفهمیدند. ارغوان گفت آن روز توی خیابان که حالت بد شد، بیهوش شدی، ببخشید که رفتم. ذبیح گفت تو ببخش که توی بوف کور نشانه گذاشتم. راحت زندگیت را داشتی. ارغوان گفت پشیمان نیستم. تو چی؟ ذبیح خنده‌ای جوابش داد. هر دو کنار هم سر زانوها کنار گور نشستند. ذبیح گفت ای خواجه، تو تنها کسی هستی که ما با او خداحافظی میکنیم. تو میفهمی چرا میخواهیم برویم. عجب طنزی. گفتم ای سرو، تو که عبوسی، پس بنفشه ها شما بخندید. خنده بنفشه را 3 کس میشنود، عاشق، کودک و ملک. آن دو روی پله صفه گور نشستند. دور شدم. دورتر رفتم. پس از این محرم نبودم. گفتم بگویید. آنقدر حرف هست برای گفتن، آنقدر که حوصله مرگ سر برود و مارها پوست بیندازند. آنها بی‌اعتنا به نگاه‌های تعجب، نگاه‌های شماتت و نگاه‌های حسرت آرام آرام سخن می‌گفتند. چشم برگرداندم از آنها. فالگیر خیره نگاهم می‌کرد. گفتم محو هم رفتن را فراموش کردند و به فالگیر گفتم شادمانی می‌دانی؟ خندید. خنده شادمانی نیست. بی گوهر یک دانه هیچ شادمانی نیست. اما انگار این جوانک ساده دل بی آن که به شهود جسم رسیده باشد یافته قرة العین خود را. گفتم می‌بینی سرو، عطشانند و نمی‌نوشند. گمان نکنم تو با این ریشه های عمیق کندت هم بفهمی چرا.
من میفهمم که عشقها در خیال ساختم و وصل پرده افکند از تک تکشان. گفتم خوشا که گرم گور گفت شدند و نمی روند. روی گرداندم سمت پله های گور، نبودند. سیحه کشیدم، تند مور و روح برگ‌های پاییزی را لگد کنان دویدم. نه میان باغچه‌های بنفشه بودند، نه پشت دیوارهای حافظیه و نه در کوچه قدیمی ایام و ابر می‌بارید. حال دیگر که به صفحه‌های آخر این کتاب مستطاب تذکرة الاولیا رسیدم، رمز را هم باید تمام کنم، وگرنه حرفی شاید کم آورم و میترسم همان یوسف من باشد. نسیم شامگاهی برای تنهایی میوزد، دفتر سنگ برای تنهایی میکوبد و روح تاک برای تنهایی سماع کندش را به سوی آسمان میپیچد. همه اینها هست و هست و گلایه ای نیست جز این که چرا غم و ملک با هم بعضی را برمیگزینند در فراق و وصال مدام.